سلام، میخوایم در مورد شما یا تو حرف بزنیم. تو و شما به انگلیسی میشه you. You میشه شما. هستین یا هستی میشه are. میخوام بگم شما هستین، تو هستی. You are. تو هستی رامین. فرض کنیم اسم شما رامینه، من میگم تو هستی رامین. You are رامین. اگه اسمتون رضا بود میگفتم You are رضا. You are from Japan. شما هستید یا تو هستی از ژاپن. You are from Iran. You are Ramin and you are from Iran. شما هستین رامین و شما هستید از ایران.